سلام دوستان، من گیمر هستم و خوش اومدید به چنل خودتون. همونطور که از تامنیل ویدیوی ما فهمیدیم، ما اومدیم لول اپ کنیم اکانتمونو. چند تا راه داره. اول میایم میبینیم که مشتی 3 ستاره شدیم. خب البته یه مقدارم ضعیف، تانمون یه مقدار پایینه. البته ضعیف گوش شدیم ما. اینو به این نکته توجه کنیم. آقا اولین راه اینه رک پر کنیم. من الان رک ندارم. راه بعدیش اینه که ما شروع کنیم بریم توی زمینه بیلدر بیس. اگه مانعی بود بزنیم. حالا اینجا مانعی نیست. میریم توی زمین اصلی خودمون. هر مانعی که پیدا کردیم فرق نمیکنه چیه. شروع میکنیم یه مقدار اکسیر میدیم و 10 ثانیه صبر میکنیم تا اینو حذف کنه. و بعد از اینکه این مانع حذف بشه به ما 3 تا XP میده. درسته، البته این موانع تموم میشه. راه دیگهش اینه که ما بیایم توی نبردهای تگ نفره. حالا از قبل ممکنه زده باشیم، ممکنه نزده باشیم، فرق نمیکنه. یه دونه اتک میزنیم روی نبردا. الان 573 تا XP داریم. ببینیم چی میشه. من اینجا یه ذره سرعت ویدیو رو میبرم بالاتر. بعد از اینکه اینو 3 ستاره کردیم میایم میبینیم خب شدیم 578 تا 5 تا به ما XP داده. راه دیگه ای که ما داریم برای جذب XP اینه که آقا بریم چالش های اینجا رو انجام بدیم. هر چالشی که مربوط به تان ما هست و میتونیم انجامش بدیم و انجام بدیم تا یه XP زیادی بتونیم بگیریم و لول اپ کنیم اکانتمون. راه دیگه‌اش اینه که شروع کنیم به اتک زدن. توی این بروز ثانیه جدید یه سری اتک‌ها اومده که از شما کاپی کم نمی‌کنه. میدونید دقیقاً همین اتک‌ها. شروع می‌کنیم یه اکانت ضعیف پیدا می‌کنیم که راحت بهش اتک بزنیم. مثلا همین اولین اکانتی که اومد هیچی هم نداره. اصلا منوال شروع می‌کنیم اتک بزنیم. بیا تا دوتایی شونه سرگرانی بابا بعد از اینکه یه ضعیف کشی مشتی کردیم، مثلا ستاره کردیم این مپو، میایم میبینیم به به 8 تا به ما XP داده. حالا فرقی نمیکنه، ما میتونیم هم توی زمین اصلیمون و هم توی بیلدر بیس این اتکا رو بزنیم و این مقدار XP رو بگیریم و این از نظر من بهترین راه برای لول اپ کردنه. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه.